عقل و تدبیر ما ساخته تربیت روحی و معلوماتی است که تا امروز اندوخته ایم. اگر بخواهیم بر عقل و تدبیر خود بیفزاییم، باید از فرد و معلومات بهتر و بیشتری کسب کنیم. نشر نوی برنامه رواندرمانی است روی اکران‌های شما. سلام. امروز به سوال‌های شما پاسخ می‌دهند نامزد علمی روانشناسی نادر امانov. معروف از شهر نورک می‌نویسند که من شب‌ها در خوابم به هر طرف می‌روم. آیا خوابگردی بیماری است یا عادت؟ و چی طور می‌توان از آن رها شد؟ بله، در حقیقت بعضی آدمان چنین حالت به گرفتار می‌شوند که آنها شب خودشان نفهمیده از خواب از جایشان خسته به یگان جا می‌روند، حالان که این حادثه تحت شعوری روی می‌دهد. یعنی آنها با شعورانه این کار را نمی‌کنند. این هر گونه آسیب‌های روحی است. وقتی که آدم یکون آسیب روحی می‌بیند، در زیر تاثیر این آسیب‌های روحی انسان شعور انسان علمی فعالیتش تغییر می‌یابد. یعنی بی‌شعورانه هر گونه عمل‌های روی می‌دهند که انسان آنها را اداره کرده نمی‌تواند. و باید گفت که این حالت‌ها لحظوی هستند. مثلا وقتی که انسان یک چند وقت همی کار روی می‌دهد، یک اون مهلتش معین نیست. بعضا ماه دوام می‌کند، بعضا سال دوام می‌کند. برای پیشگیری این حادثه باید آدمان بدانند که چی باید کرد. مثلا آنها باید در نزد در یگون لطه رو باید ترک کرده مانند. همین شخصی که شبها بیدار می شود و در خواب یا از خانه می براید، وقتی که از خانه برآمدنی می شد پشت در همون لطه ترکی می رسد، همون نمی همون لطه او رو از خواب بیدار می کند و به خود می بیاد. یعنی نظارت شعور علاقه عملی می گرده، شعور رفتار رو اداره می کرد، باز رفته به جای خودش برگشته در جایگاه خوابش خواب می رود. بنابراین این لحظه موقتی است و یک لحظه معین دوام می کند، بعضا ماه بعضا سال. این بیماری است یا عادت؟ این عادت نیست. البته گفتم ممکن است بیشتر به بیماری روحی نزدیکتر است، چون که از زیر ضربه روحی روی می‌دهد. بیشتر در نتیجه هر گونه استرس ها در آدم این حادثه روی می‌دهد. اگر می‌خواهید شاد باشید، هدف برای خود تعیین کنید که به افکار شما دستور دهد و الهام بخش امید و آرزوهای شما باشد. گلسره 24 ساله می‌نویسند که در همه کار زود ناامید می‌شوند. خیلی که ما گفتیم یک گروه آدمانی که ملانخولیک هستند، آنها ملانخولیک ها طبیعتا همین خیلی هستند که در یک لحظه زندگی گمان میکنند که آینده همین کار گفتم ممکن است که خوب نیست. یعنی باوری ندارند به نتیجه خوبی همین کار. بنابر همین در زندگی تیز ناامید میشوند. همه وقت انتظار یک حادثه ناخوش هستند. بعضا به زبان دیگر پسیمیست هم میگویند. یعنی اپتیمیست نیستند بلکه پسیمیست هستند. و با این گونه آدم‌ها باید بگوییم که آنها پیش از همه باید این خصلت خود را درک کنند، بدانند که آنها در آنها همین خصلت همین چیز پیدا می شود، نه که در دیگران خیلی نیست. مثلا بعد عوض آنها مثلا سنگینی که همه وقت در هر یک لحظه زندگی یک چیزی خوبی را انتظار هستند. آنها گمان میکنند که باز حادثه خوشی می شود، پگاه از این روز بهتر می شود، پگاه دیگر باز بهتر می شود، آینده درخشان است. آنها فکر میکنند. همین ملانخولیک‌ها باشند برعکس فکر میکنند که کلی کار بدتر می شود نه خوبتر. هر لحظه ناامیدی آنها را فرا میگیرد. لیکن با این گونه آدمان باید ما بگوییم چه که در عرفیت هم میگن از ناامیدی ها بس امید است، آخرش بسیار روزی سفید است. باید انسان اینقدر ناامید نشود. باید انسان به خود بگوید که انشالله همه کار خوب می شود و خوبی را انتظار شده، البته طبع او خوش می شود و در دل و یک خرسندی هم پیدا می شود. در وجود هر یکی از ما خائنی با نام خودخواهی وجود دارد که تنها در برابر تملق و چاپلوسی نرم می شود. منظر رحیمов از ناحیه لغش می‌نویسند که از بی‌اهمیتی اطرافیان نسبت خودم خسته شدند. در حقیقت بعضا آدم همین حالت‌ها رو درک می‌کند که دیگران نسبت به وی بی اهمیت هستند. لیکن ما باید بگوییم که این فکری سوبیکتیوی شخص است.
در حقیقت شاید این خیلی نباشد. شاید دیگرها نسبت به او یک احترامی دارند، در فکر و عقیده او هستند، لیکن از طرف دیگر باید شخص پسیوانه انتظار نشود که دیگرها نسبت او باید فکرانی کنند، نسبت او همخواری کنند. شخص باید بکوشد خودش باید فعال باشد. یعنی ما باید پسیوانه فعالی دیگران را نه اینکه انتظار شویم، بلکه ما کوشش بکنیم که خودمون گفتم ممکن است که لجام تقدیر خود را به دست بگیریم، خودمون در زندگی یک نویگری را وارد کنیم، یک نویگری ها شود، ما خودمون در نزد خود آرزو و مقصدها گذاریم و کوشش کنیم غیرت کنیم با مهنت خود، با فعالی خود به این مقصد و به این خواهش‌های خود برسیم. دو چیز انسانیت انسانها را از وجود انسانها میبرد: فریاد در حالتی که باید سکوت باشیم، سکوت در حالتی که باید فریاد کنیم. کسی که میگوید برایت میمیرد دروغ میگوید. حقیقت را کسی میگوید که برایت زندگی میکند. فریدون از مکتب اینترنتی جمهوریوی کودکان نابینای شهر حصار می نویسند: یک خصلت بد دارم. همین که دوستم با نفری صحبت کند، گمان میکنم که درباره من سخن میگوید و زود به نزدشان میروم. همینطور دوستی ما با کسی که نباشد دیر دوام نمیکند. این خصلتم باعث تنهاییم گشته است. چگونه خودم را اصلاح کنم؟ درست است. در حقیقت فریدون درست درک کرده ایستادن خصلت بدگمانی خود رو و حس کرده ایستادن که با این خصلت بدی خود البته دوستان خود را آزار می‌دهند و دوستان خود را از خود دور میکنند. وقتی که انسان همین خصلت منفی خود را، خصلت بدی خود را درک میکند، این علاقه موفقیت از خودش. و شخص وقتی که میداند کمبودی خود رو و یکنون باید چیکار کند و باید کوشش کند که همین خصلت را از خود دور کند. برای خصلت از خود دور کردن شخص باید با قوه ارادوی، یعنی در خود اراده خود را جمع کند، بعد از آن در نزد خود مقصد گذارد و وعده دهد به خودش که قرار قبول کند که من دیگر این کار را نمی کنم و هر باری که همین لحظه ها می شود او مقصد خود را، قرار خود را هر بار تکرار بکند به دل خود که من قرار قبول کردم، من این کار را نمی کنم. و وقتی که خیلی قرار قبول میکند و مبارزه میبرد و صرف قوه ارادوی قطعی این چیز رو تکرار که نمیکند، آهسته آهسته همین خصلت از او دور شدن میگیرد. بنابر همین انسان باید همین کار را بکند، یعنی اول کمبودیش رو درک کند، بعد از اون قرار قبول کند که این کمبودی رو دیگر تکرار نمیکند، مبارزه برد با صرف قوه ارادوی خود. شخص میتواند که خصلت منفی خود رو از خودش دور کند. خب این حالت فریدون از نگاه روانی آیا ناباوری به خودش است یا به دوستانش؟ در اینجا ناباوری به دوستان می شود، بدگمانی می شود. فکر می کند که دوستانش بله فکر بد می کنند. البته از همین هم باید اکنون پسیخولوژها می فهمند که فریدون هم خصلت‌هایی که دارد، این خصلتی باز هم ملانخولیکا هستند. ملانخولیکا اصلا وقتی که همین خیلی حادثه می شود از همه چیز طرف منفیش رو قبول میکنن، فکر میکنن که همه کار به منفی روی میدهد. یعنی وقتی دو نفر صحبت میکنن من رو سیاه میکنن، اگر در همینجا سنگینی باشد دیگر فکر میکنن اکنون دو نفر صحبت کردند اکنون من تعریف کردند، این طرف مثبتش رو میگیرد. از این از خصلت طبیعت انسان وابستگی دارد. بنابراین انسان باید این کمبودی خود را درک کند که بدگمانی در او هست، این خصلت خوب نیست و وقتی که آدم شخص مقصد میگذارد و مبارزه میبرد میتواند که این کمبودی خود را، خصلت منفی خود را از خودش دور کند. ما در آسمان چون پرندگان پرواز کردن را آموختیم، در بحر شبیه ماهیان شنا کردن را بلد گشتیم و اکنون می باید که مثل انسان‌ها در زمین زندگی کردن را بیاموزیم. مهرانه 16 ساله از شهر دوشنبه بسیار یک پرسش عجیب دارند. می‌نویسند که من عاشق یک فیلم شدم، در یک هفته تا 10 مرتبه آن را تماشا میکنم و میخواهم زندگیم به مثل همان فیلم باشد. هر لحظه خودم را در آن تصور میکنم. از فکر زیاد بیمار شدم. کینوفیلم ها اصلا یک مضمون معین خود را دارند، خاراکتری تربیوی دارند. آنها را ما تربیت میکنند، با ما راه و روش خوب زندگی را میآموزانند. بنابر همین از تماشای این کینوفیلم ها شخص البته باید بهره بگیرد.
گفتم ممکن است برای خود مصلحت بگیرد، راه و روش خوبی زندگی رو آموزد. بنابر همین تماشای کینوفیلم برای همین هم گوارا است، برای همین هم مفید است و برای همین هم روانشناسان کوشش میکنن، مصلحت میتین که چقدر کینوفیلم هایی که خاراکتر تربیوی دارد و با زندگی ما یک چیزهای نو رو میآموزاند در زندگی، ما باید این کینوفیلم ها رو تماشا کنیم. این بدی ندارد، لیکن طرف منفیش در اون است که وقتی که ما از معیار زیاد به کینوفیلم داده میشویم، ما از حیات شخصی خود دور میشویم. اینش طرف منفیش است. بنابر همین کینوفیلم البته یک معیار باید داشته باشد. از سوال دادگی این کس معلوم میشود که 10 مراتبه یک کینوفیلم در یک هفته البته از معیار زیاد است. آدم خوب می شود که مثلا در یک هفته مثلا 3-4 مراتبه تماشا کند. البته خوب می شود کینوفیلمی که منفعت بخش باشد، کینوفیلمی که برای ما روی روش خوبی زندگی رو آموزاند، مثلا چرا نه؟ لیکن از این معیار زیادی که بر زیاد می شود و زندگی ما رو گفتم که در مد دیوم می ماند، این علاقه طرف منفی است. بنابر همین باید این شخص باید بفهمند که البته از کینوفیلم ها آهسته دور شده دارد. مثلا باید کوشش کنند آهسته این کار می شود. مثلا در پیش خود نقشه گذارن، قرار قبول کنند که مثلا هفته دیگر 8 مرتبه، دفعه دیگرش 6 مرتبه، دفعه دیگرش فقط 4 مرتبه تماشا بکند و خلاص. اما خیلی آهسته انسان باز میتواند که از همین کینوفیلم برگردد. لیکن طرف دیگری خوبیش در اون است که این کس میگه که من تقلید میخواهم بکنم با اون کسا که مانند آنها زندگی هم باشد. این طرف مثبتش است. صراحتاً هم انسان اگر خودش فعال باشد، خودش مبارز باشد، طرفای مثبت کینوفیلم رو گرفته خودش یک نمود زندگیش رو با اونها نزدیک کردن میتواند. مثلا مثل قهرمان های کینوفیلم خوشگفتار باشد، مثل قهرمان های کینوفیلم مثلا خوشرفتار باشد، مثل همون قهرمان های کینوفیلم مثلا لباس های زیبا و شینم پوشد، خانه خود را شامل آرایش دیگر کند. البته این طرف مثبت است، این ضرر ندارد، این به منفعت کار و زندگی است. در این سوال یک چیز دیگر خواهر میکند که مهرانه تنها 16 سال دارند ولی وقت خالی زیاد دارند. بله درست است. در حقیقت 16 ساله شخص باید در زندگی اینقدر نقشه زیاد داشته باشد و برای عملی کردن اینقدر نقشه زیادی زندگی باید بسیار کوشش کند، هر یک لحظه وقت و غنیمت داند. مثلا عادتا در 16 سالگی شخص باید آمادگی به داخل به مکتب عالی داشته باشد، باید برای آمادگی به زندگی باید زبان‌های گوناگون را آموزد، مشغولیت‌های علاوه‌ای رفته هر گونه کسب هنرهای زندگی رو آموزد. مثلا دخترانی فعال کوشش میکنه هم دوزندگی، هم پزندگی، هم مثلا دکتری، دیگر خصلت‌های خوبی که کسب هنرهایی که در زندگی در کار میشن همه اونها رو در خود داشته باشن تا اینکه در آینده یک عائله آباد رو مثلا برپا کنند و یکی از گفتم ممکن است که زن‌هایی باشن که گفتم تبدیل شهر آینده شون باشن. بنابر همین در این لحظه البته با وقت بسیار از حد زیاد به تماشا کینوفیلم صرف کردن البته اونقدر منفعت بخش نیست. در همین ردیف در بعضی کشورهای پیشرفته جهان مثلا فیلم هایی که نورسان تماشا میکنند پدر و مادر آنها را انتخاب میکنند. منم در همین فکر هستم که از کجا اینقدر وقت بسیار آدم میتواند امکان دارد که برای تماشا کینوفیلم تماشا کند. خودش از همین علاقه معلوم میشود که این از معیار زیاد است و در این لحظه زندگی در 16 سالگی باید انسان البته یک همون تماشای کینوفیلم مضمون و مندرجه و یک خودش باید انتخابی باشد. هر گونه کینوفیلم البته به 16 ساله ها مثلا ضرور نیست، فایده بخش نیست. کینوفیلم های باید باشد که یکمش که آنها راهی روش خوبی زندگی را به شخص آموزانند، خاراکتر تربیوی داشته باشند، بعد از آن مضمون آنها عصب آدم را راحت بخشند. مثلا ملودراما باید باشند، هر گونه آرزو هوس‌های شیرین در دل آدم جا کنند. ملودراما مثلا همین خیلی خصلت‌های خوبی دارد. مثلا اگر که کینوفیلمی مثلا زورآوری باشد و مثلا در اونجا همین مضمونی مثلا فشار به یکدیگری باشد، فاجعه‌ای باشد، البته این باز ضرر خودش را میرساند. اینقدر وقتی زیاد به تماشای این کینوفیلم ها البته ضرری زیاد دارد. همیشه برای انجام وظیفه و کارهای خود وقت ایجاد کنید. هر روز برای کارهای فردا برنامه ریزی کنید.
چند کار کوچک را که باید حتما انجام شوند در همان اول صبح انجام دهید. سپس بیدرنگ به سراغ وظیفه های اصلی و مهم بروید و کار را تا به اتمام رسانیدن آنها ادامه دهید. جمشید سعیدزاده از شهر وحدت می‌نویسند که عملی 2 ساعت پیش اجرا کردم رو فراموش میکنم. خواهش میکنم راه‌های مستحکم نمودن خاطره رو به ما نشان دهید. در همین ردیف دینار از شهر نورگ می‌نویسد که فراموش خاطری اذیتم می‌دهد. فراموش خاطری یکی از خصلت‌های انسان است که البته طرف مثبت هم دارد و طرف منفی هم دارد. وقتی که انسان چیزهای خوب و ضروری حیاتیش را فراموش میکند، این طرف منفی فراموش کنی است. لیکن فراموش کنی طرف مثبت هم دارد. وقتی که انسان خصلت‌های منفی یا اینکه حادثه‌های ضررآور، حادثه‌های ناخوش را وقتی که فراموش میکند، این طرف مثبت فراموش کنی است. بنابراین پورا از فراموش کنی دور شدن هم البته به منفعت کار نیست. لیکن وقتی که خیلی باز گفتیم انسان چیزهای ضرورش را فراموش میکند، این بر ضرر است. بنابراین شخص میتواند به مقابل فراموش کنی مبارزه برد. مثلا وقتی که مکتب خانها، مکتب بچه ها، مثلا دانشجویان یگون مواد علمی یا مواد در کاری درسی را وقتی که از خود میکنن، برای که فراموش نکنند آنها باید کوشش کنند که همون موادی را که از خود کردن به خاطر گرفتن او را باید تکرار بکنند. بهترین راه پیشگیری فراموش کنی این تکرار است. باز تکرار خودش قاعده خودش دارد. مثلا باید موادی از خود کرده شده باید در شبانه روزی 3 شبانه روز اول باید تکرار کرده شود. اگر در 3 شبانه روز اول تکرار کرده شد ثمرش بسیار خوب است. اگر بعد 1 هفته تکرار شود الکی نصف اون موادی از خود کرده شده فراموش می شود. و اگر که بعدی 1 ماه تکرار کرده شود گفتم ممکن است که از اون چیزی خوانده شدگی هیچ از قریب نمیماند. بنابراین خوب می شود که انسان اگر هر روز اون رو تکرار بکند، هر گونه حرکت و عمل زندگی یا که هر گونه پردمت های زندگی رو وقتی که در هر کجا فراموش میکنیم، این طرف منفی باز فراموش کنی است. برای که همین حادثه ها روی ندهد انسان باید با خود یک دفترچه بگیرد، با خود یک گفتم ممکن است که قلم و کاغذ بگیرد که اول در ابتدای همین روز سحر وقتی که از خواب میخیزد و یک وقتی معین جدا کرده باید هر یک لحظه همین ضروری روزش باید به نقشه بگیرد، ساعت وقتی قید بکند و وقتی که مثلا لحظه های زندگی میگذرد و باید هر یکی آنها رو باید قید کند که کدامش به نقشه گرفته شد اجرا شد، کدامش اجرا نشد. وقتی که این رو هر بار یک تکرار به تکرار به این کاغذ خود قلم خود نگاه میکند و میفهمد که چرا فراموش کرد و چرا باید از نو گفتم ممکن است که اجرا باید کرد. همین کاغذ و قلم او به وی کمک میرساند که به خاطره خود یاری عملی رساند و صفت همین فراموش کنی البته خوبتر می شود، یعنی چیزهای در کاری کمتر فراموش می شود و در خاطر نگهداریش بهتر می شود. مشاهده ها نشان می‌دهند که خاطره انسان روزانه از ساعت 8 تا 12 و شبانه پس از ساعت 21 خوب فعالیت میکند، ولی در وقت پس از خوراک نصف روزی انیقترش فعالیت آن یک بار ضعیف می شود. چرا؟ درست است. در حقیقت وقتی که انسان سحری از خواب میخیزد معنی سری وی گفتم ممکنه که ناز دم گرفته است، شبی دراست و دم گرفته. اصلا شب برای همین است که معنی سری آدم باید یعنی که قوای خود رو برقرار کند و صبح دم سر کرده تا نصف روزی اون قوای برقرار کرده خود معنی سر امکان میتید که خاطر انسان هم فعال باشد، با ثمر کار کند. لیکن وقتی که نصف روزی می شود یکمش هوا گرم می شود، دویمش که وقتی آدم خوراک نصف روزی می خورد همین شکم سیر انسان تاثیر خود را به سیستم عصب می رساند که بعد شکم سیر و علاقه یک مقدار معین فعالیت را اجرا کردن در معنی سر آدم یک حادثه بازداری مادرزادی روی میتید. بازداری مادرزادی همین خیلی است که معنی سر انسان گفتن به پورکی کار نمیکند و او بازداری مادرزادی آهسته معنی سر آدم را گفتن ممکن است که خاموش میکند و بسیار وقت در همین حالت ها آدم رو خواب شیرین فرا میگیرد و سیستم عصب انسان گفتم که در نصف روزی برای خود یک تنفس موقتی قبول میکند و این وابسته است به بازداری مادرزادی انسان که این خاصی معنی سر انسان است. هر چیز پیش از خاموش شویش یک روشن می شود.
و معاینه سرم میداند که اکنون به نزدیکی باز خواب سر بشود، یک لحظه باقی مانده قوای خود را صرف میکند و بعد ضرورت به استراحت دارد. بنابراین پس از خاموشی یک بار فعال میشود. بهترین راه برای اثبات صفای ذهنی ما نشان دادن خطاهای آن است. نهر آبی که ناپاکی های بیشتری خود را نمایش می دهد به ما می فهماند که آب پاک و صاف است. مرهم خال از ناحیه میر سعید علی همدانی می نویسند: به هر یک کاری ناچیز اشک می ریزم. از چیز کمبود یا مشکلی ندارم، اما زندگی بیرنگ دلم را به تنگ آورده است تا درجه که زیستن برایم معنی ندارد. انسان در زندگی یک مقصدی ندارد، یک طلباتی ندارد و همه چیز در زندگی و برای همه چی مهیا است. باز زندگی عجیب است که مضمون خود را گم میکند، لذت خود را گم میکند. طبیعت انسان همین خیلی است که انسان باید یک کمبودی در زندگی خود داشته باشد، یک مقصدی داشته باشد و برای به این مقصد خود رسیدن و به این طلبات خود را قانع کردن باید شخص را باید مجبور میکند که فعال باشد. و وقتی که وای شخص برای به همین کمبودی خود رسیدن به مقصد خود مبارزه میبرد و به اون نائل میشود، بعد خود را با خوشبختی میکند. اینید که در زندگی همه چی بودنش باز طرف منفی هم دارد. انسان ضرورت دارد به همین چیز که باید در زندگی و چیزی نرسد، یک کمبودی باشد و آدم این کمبودی رو وقتی که برطرف میکند، بعد لحظه برطرف کردن این کمبودی و خود را خوشبخت میکند. بنابر همینم باید انسان وقتی که با همه چیز در زندگی وقتی که مهیا هست، انسان باید بکوشد که از این لحظه باز بالاتر چی شده میتواند، کوشش کند که در پیش خود مقصدهای نو بماند، طلباتهای نو بماند و زینه به زینه و به درجه بلند باید برسد. آدمانی فعال و آدمانی مثلا فاضل در زندگی کوشش میکنند که اگر همه چی را داشته باشند در نزد خود مقصد میگیرند که زبانی نو را آموزند. مثلا 5 زبان میدونن، باز مقصد میگذارن زبان 6 را آموزند یا زبان 7 را آموزند، زبان 8 را آموزند، یا اینکه یگون کسب و کاری شوق‌آور دیگر و مشغول شود و درجه بلند این قوله‌های این کسب کار را از خود بکنند. مثلا برای زنها مهارت بلندی دوزندگی رو میخوان از خود بکنند، مهارت بلندی نقاشی رو، رسامی رو، که باز مهارت بلندی پخت و پز رو از خود بکنند. اما در زندگی شخص باید بجوید که چی مثلا قوله‌هایی هست که باز وای او رو فتح نکرده است و انمی قوله‌ها رو مقصد بگذارد و وقتی این قوله‌ها رو پس سر میکرد به این درجه میرسد، بعد رسیدن خود را باز از نو خوشبخت میکنه. به یاد داشته باشید که خوشبختی انسان به مقام یا دارایی او بستگی ندارد. خوشبختی تنها به اندیشه او بستگی دارد. میسر 16 ساله از ولایت مختار کوهستان بدخشان می نویسند که همگان ضد من هستند. دائما خودم را تنها حس می کنم. این گونه طرز زندگی داشتن خسته‌ام کرده است. به کمک شما نیاز دارم. خواهش می کنم مشکلم را آسان کنید. در سن 16 سالگی یک لحظه هست که هم آدم باید بسیار آرزوهایی دارد که به آرزوهاش میخواهد که برسد. از طرف دیگر وای حقیقتا محتاج به یاری دیگرها هم دارد، چون که در 16 سالگی شخص از یک طرف کلانسال خودش قبول میکند، از طرف دیگر باز کلانسالی نیست که خودش مثلا درآمدی داشته باشد که هر مشکلی های مثلا مالی و پولی خود را حل بکند. این یک طرف است. طرف دیگر اون است که در این سن و سال در شخص آرزوهای گوناگون در سرش پیدا می شود و برای به این آرزوهای گوناگونی که در سرش پیدا شده است و محتاج است به دستگیری دیگران در حقیقت. لیکن در برابر این شخص باید درک کند که شخص باید پسیوانه انتظار دیگران نباشد. بله، آرزو باعث سرچشمه مبارز بودن است، فعالی است. حتی میگم که زندگی به آرزو شیرین نبود، زندگی رو آرزو شیرین نبود. این آرزو هست، هوس هست که انسان
باز در زندگی فعالتر باید شود، خودش باید کوشش کند که به این درجه ها برسد. ما همه وقت پسیمانه باید انتظار دیگران نباشیم. ما باید کوشش کنیم که مناسبت دیگران رو به خود دیگر بکنیم. خودمون باید فعال باشیم. مثلا اگر که به من مثلا پول در کار باشد، من باید چنان رفتاری بکنم که چنان عملی بکنم که مثلا کمک برسونم به پدر و مادر خود که همون پول پیدا شویش آسانتر شود. مثلا در خانه به خواجگی بر پدر و مادر کمک رساندن ممکن است. یکی به پدر باز در کار زندگی او به کمک رساندن ممکن است. دستگیری پدر و مادر والدان بشویم تا اینکه همین درآمد پولی در خانه بشود. یعنی ما وقتی فعال هستیم ما دستگیری پدر و مادر میشویم و با دستگیری خود البته بعد به مقصد باز تیزتر میرسیم. بهترین تحفه برای پدر عزت است. بهترین تحفه برای مادر احترام است. بهترین تحفه برای استاد احوال پرسی است. بهترین تحفه برای پسر مهربانی است. بهترین تحفه برای زن محبت است. بهترین تحفه برای طفل تربیت است. بهترین تحفه برای دوست وفا است. بهترین تحفه برای جامعه خدمت است و بهترین تحفه برای همسایه همدردی است. شغله 35 ساله از ناحیه فرخار می‌نویسند که زیاد بیخوابی می‌کشم. این باعث خراب شدن عصب‌هایم گشته است. بله، در حقیقت بیخوابی به عصب انسان تاثیر منفی دارد، چون که خیلی که در برنامه‌های دیگر هم گفتیم، خب امکان می‌دهد که عصب ما قوای خود را برقرار کند و استراحت کند. بنابر همین هم بهترین اصول دم دادن و استراحت دادن عصب انسان خوب است و اگر که این کس نتوانند که مثلا با یاری خود خوب کنند، باید اون کس باید به دکتران مراجعت کنند، توسط داروهای ضروری باید خوابی خود را برقرار کنند. بعضا اگر که آدم تواند توسط خود تلقین مثلا میتواند که خود را مثلا خوابش را بیارد. چرا امکان دارد به دارو هم؟ مثلا وقتی که انسان خواب می رود، پیش از خواب باید بداند که باید درباره مشکلی های زندگی، پرابلم های زندگی فکر نکند. وقتی که مثلا ساعت 10 یا 11 شب وقتی که پیش از خواب آدم باید خواب رود، انسان در پیش خود مقصد گذارد و حساب کتاب کند که چگونه پرابلم ها دارد و چگونه پرابلم را حل کند. همین سوالگذاری و همین طرز فکرانی معنی سر آدم را فعال میکند و خواب را میگریزاند. بنابر همین در همین لحظه پیش از خواب شخص باید کوشش کند که خود به خود را تلقین کند که من آرام هستم، همه کار خوب است، همه کار انشاءالله خوب می شود، من آرام هستم، باید آرام باشم، آرامم گفته با واسه که خود تلقین این خوابای فکرای وزنین پرابلموی رو باید از سر دور کند. البته توسط بعضا آدمان توسط حساب کردن مثلا حساب میکنن، از 1 تا 100 حساب میکنن، 1 2 3 4 5 همه حساب کردن پس خوابش میبرد. بعضی آدمانی هستن که یگان پارچه شعری دوست داشتهشون رو مثلا زمزمه میکند و احساس خوابش میبرد. و بعضی آدمان پیش از خواب برای که خواب شیرین با فراحت برد اونها رو خوبتر برد، خوب می شود که آنها موسیقی فورم کلاسیکی رو مانند، اون موسیقی که با آنها بسیار معقول است، تب دل آنها است. لیکن موسیقی خوب می شود که اونقدر فعال تیز نباشد، رقصی نباشد، چون که موسیقی تیز فعال رقصی آدم رو می بیارد، معنی سر آدم رو اثر نه فعال می گرداند. بنابر همین باید موسیقی باید کلاسیکی فورم باید باشد، با نظام خودش داشته باشد، یک منتظم باید باشد. همین موسیقی فورم عصب رو آرام میکند، بعد آدم خواب شیرینش میبرد. در یکی از سامانه‌های اجتماعی خواندم که اولین قطره اشک شادی از چشم راست بیرون می آید، ولی اشک درد یا غم باشد اولین قطره‌اش از چشم چپ بیرون می شود. این حالت رو چطور شرح می‌دهید؟ این همه نشانه‌های گوناگونی هستند که خاراکتر سوبژکتیوی دارند، لیکن از نگاه علمی اینا اثبات شدگی نیستند. ما بعضا در عرفیت همین خیلی فکرها داریم که مثلا
میگن که چشم چپی آدم اگر که پرد این بدبختی است، چشم راستی آدم پرد خوشبختی است، یا که برعکس مثلا در زنها یا چپ است، در مردها راست است، دیگر این همه نشانه هایی هستند که اصلا از نگاه علمی اثبات شدگی نیستند. در این ساحه مثلا مخصوصا هیچ کس تحقیقات نگذارند و به طرز علمی آنها را درستشون اثبات کردگی نیست. لیکن این آدمان این چیزها با باور بعضا میکنند. چرا؟ چون که وقتی که مثلا آدم میگوید که چشم راست هم پرید و اکنون خرسندی می شود و در دوام روز این خرسندی را می جوید. وقتی که یک شخص دیرینه دوست دیرینش در کجای تصادفاً دید، آن خرسندیش در همین می بیند که نه با همین باور آمد، چون که دوست دیرینه ما در داخل مثلا اتوبوس یا مارشروت دیدم. این خط علمی ندارد، این فقط موقع شخص نسبت به حادثه‌های زندگی است. اگر منصفانه به حرف دشمن گوش بدهیم و عاقلانه مطلب خود را به او بفهمانیم، از بس کشمکش و گرفتاری در امان خواهید بود. خانه آراسته کسی رو خوشبخت نمی کند، ولی روح آراسته است که خانه را به مکان خوشبختی تبدیل می دهد. در پایان برنامه به بیننده های ما چی توصیه می دهید؟ بله، من گفتنی هستم به بیننده های عزیزمون که در زندگی فعال شوند، مبارز شوند و مقصدهای خود برسند. آنچه مایه افتخار است علم است و اخلاق، اما آن که با این دو خودپسندی میکند نه علم دارد و نه اخلاق. گوهر اشک را باید نثار کسی کرد که قدرش را بشناسد و یا در بیابان ریخت که پایمال ناکسان نشود. این بود برنامه نوبتی روان درمانی. امروز به سوالهای شما پاسخ گفتند نامزد علمی روانشناسی نادر امانوف. بیننده های عزیز، شما می توانید وابسته به حالتهای روانی به عنوانی برنامه ما مراجعت نمایید. به همه سوالهای شما روانشناسان ما حتما پاسخ میگویند. نزدیکان خود را دوست دارید. باقی سلامت باشید.